میخوایم تست رله انجام بدیم. ببین اینا همه رله‌ایه که برای بردهای مختلفه. رله یه قطعه الکترومکانیکیه که روی بردها معمولا کار کلیدزنی رو انجام میده. حالا طرز کارش به چه شکله؟ به این شکله که ما یه قطعه سیم پیچ داریم که حالت مغناطیس ایجاد میکنه و دو تا کنتاکتی که حالت نورمال اوپن یا نورمال کلوز داره اینا رو تحریک میکنه و قطع و وصل انجام میشه. ببین برای اینکه ما بخوایم اینو تست کنیم نیاز داریم به چی؟ نیاز داریم به یه مولتی متر و یه ولتاژی که بر اساس ولتاژ نامی اون رله هستش. ببین برای تست رله‌مون الان این تست رله مثلا این رله‌مون 24 ولته. ما میایم اوم مترمون رو میذاریم روی پینای این کنتاکت این رله و یه ولتاژ 24 ولت هم سر پایه‌های بوبینش میزنیم. ببینید این الان این رله فقط صدا داره، هیچ اوهمی اینجا به ما نشون نمیده. نه صداشو میشنوید یا نه؟ ببینید تیک تیک میکنه. خب یه دونه رله دیگر رو امتحان کنیم. خب اینو تست میکنیم. اوم مترمون رو میزنیم رو پایه‌های کنتاکت و برقمون هم میزنیم به پایه‌های بوبین. ببینید این بوقی که داره میزنه نشان از سلامت رله هست، ولی در صورتی که این عدد ما عدد پایینی رو نشون بده. ببین فقط به بوق اکتفا نکنید. ببین الان 1.5 داره نشون میده، یعنی عدد قابل قبولی. اگر این عدد بالاتر بره، از 5 بالاتر باشه، به اون رله نمیشه اعتماد کرد. اون رله رو حتما عوضش کنید. یه تست خیلی ساده بود. اگر براتون مفید بود اینو ارسال کنید برای دوستایی که علاقه‌مند هستن به کار الکترونیک. مرسی.